سلام دوستان، اگه یادتون باشه چند وقت پیش در موقعی که پرونده چای دبش توی رسانه‌ها بود، من یه اطلاع رسانی مفصل و دقیقی در مورد ابعاد و جزئیات پرونده کردم. یه بخشی از متهمین پرونده متهمینی بودن که در شبکه بانکی بودن. اون موقع من لیست متهمین شبکه بانکی رو منتشر کردم، از جمله که 20 متهم بوده که توی پرونده بانک صادرات بودن. این همون توییته که من دسته‌بندی کردم، اسم افراد و سمت‌هاشون رو توش آوردم. یه بخششون که مدیرای قبلی بودن که رفته بودن، مثل این آدمایی که بودن قبلا مدیر بودن رفته بودن پست نداشتن، این مدیرای جدید. از جمله حالا بجز آقای محسن سیفی که مدیر عامل فعلی بانکه، آقای یاسر مرادی عضو هیئت مدیره بانک بود که جز متهمین اصلی پرونده چای دبش بود. پرونده که خب قوه قضاییه خیلی روش مانور رفته، خود خبرگزاری میزان هم خیلی روش مانور رفته، صدها گزارش توجیهی از نوع رسیدگی و کیفیت رسیدگی در مورد این پرونده منتشر کرده و خود آقای اجایی هم خیلی در موردش صحبت کرد. چند روز پیش یه دونه آگهی دیدم، یعنی یه خبر دیدم که زده بود اولین همایش ملی حقوق بانکی. البته این خبر رو براش آغاز به کارش رو حتی چی کار کرده بود، خبرگزار میزان هم براش خبر زده بود و مفصل بهش پرداخته بود این همایشو. اما بیان یکم دقیق‌تر ببینیم که تو این همایش داره چه اتفاقی میفته. همایش که با همکاری اندیشکده حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق داره انجام میشه. این از این یک موردش. اما توی پوستر همایش یه نکات عجیبی بود. یکی از نکات عجیب پوستر همایش اینه که این حقوق بانکی، اینا اولین همایش این پوستره. اما یه نگاهی بکنید اینجا، ببینید که الان توی این همایش که قرار بوده توی 18 اردیبهشت ماه انجام بشه، چه کسایی حضور داشتن. یه سری آدم‌هایی بودن از دادگستری و عرض کنم که رؤسای قضات و نمیدونم هیئت داوران و خیلی آدمای مهمی بودن. اما اونی که برای ما مهمه ایشونه، دکتر محمد رضا صاحبی پسندیده. ایشون کیه؟ ایشون قاضی دادگاه و پرونده چای دبشه که توی این همایش حضور فعال داشته، تو پنل آسیب شناسیش بوده، توی راه اندازیشون هم همه جوش مشارکت داشته. نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه که این همایش در واقع چه کسی اینجا دبیر کل این همایشه اینجا زده. ببینید روز 17 که قرار بود افتتاحیه بشه، قرار بود خیر مقدم و گزارش همایش کی بده؟ آقای دکتر یاسر مرادی، دبیر کل همایش ملی حقوق بانکی. خب این آقای دکتر یاسر مرادی کی بود؟ همین دکتر آقای یاسر مرادی، همین دکتر آقای یاسر مرادی بود که ما اینجا اسمشو زده. ایشون جز متهمین اصلی پرونده چای دبشه. پس خیلی همایش جالبیه که توش هم متهم هست، هم قاضی رسیده کننده به پرونده است، پرونده که هنوز تموم نشده و بازه. ما یه اصطلاحی داریم تو حوزه فساد که به این کارا میگیم تعارض منافع. آقای قاضی پسندیده، شما حتما اطلاع داشتید که یاسر مرادی جز متهمین اصلی پرونده چای دبش است. شما به عنوان یک قاضی مجرب و با تجربه چطور به خودتون اجازه دادید برید در همایشی شرکت کنید که دبیر کل این همایش آقای یاسر مرادیه؟